لیورپول شهری با تاریخ و انرژی فراوان و پر از شور و هیجان و در کنار این شور و هیجان زیبایی فرهنگی دختران جذاب هم جزئی از هویت این شهره. اونها نه فقط تو خیابونها و کافه های دنج بلکه توی دنیای هنر، مد و فرهنگ هم حضور پررنگ دارن. زیبایی ظاهری و درونیشون نشون دهنده روح آزاد و پرشور شهره و اگه شما هم به دنبال جذابیت بیشتر تو این شهر هستین پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو همراه ما بمونید. لیورپول واقع در شمال غربی انگلستان در کنار رودخانه مرسی و نزدیک به سواحل دریای ایرلند واقع شده. این موقعیت جغرافیایی باعث شده که شهر دارای مناظر زیبا و طبیعی باشه و ساکنان در میون این مناظر شگفت‌انگیز به راحتی از زیبایی طبیعت لذت ببرند. بد نیست که بدونیم آب و هوای لیورپول معمولا معتدله، با زمستون‌های نسبتاً سرد و تابستون‌های خنک و مطبوع. بارش‌های مکرر و ابری متغیر از ویژگی‌های خاص این منطقه است که در کنار این تغییرات جوی مردم این شهر همیشه در حال گشت و گذار و کشف زیبایی‌های پنهان این شهرند. این جو آروم و دلانگیز لیورپول رو به مقصدی جذاب برای گردشگران و نقطه‌ای خاص برای کسانی که به دنبال تجربه بی‌نظیر از این شهر هستند تبدیل کرده. در این بخش از شهر معمارانی با ذوق و تاریخچه غنی خیابون‌ها و بناهایی رو خلق کردند که همواره محلی برای ملاقات‌های عاشقانه و گردش‌های آرومه. بازار بولش بازاریه که در دل لیورپول واقع شده و مردم این شهر به همراه دوستانشون از غذاهای خوشمزه لذت میبرند. این بازار جاییه که میتونید زیبایی‌های ظاهری و درونی افراد رو در اون کشف کنید. جالبه بدونید که پارک نیکل یه پارک جذابیه با فضای آرام بخش که مردم لیورپول به اونجا میان تا از طبیعت لذت ببرن. آکواریوم دریایی لیورپول بزرگترین آکواریوم این شهره که مردم لیورپول به همراه خانواده‌ها و دوستانشون از دیدن موجودات دریایی شگفت‌انگیز لذت میبرن. فضای جذاب این آکواریوم میتونه به راحتی دلیلی برای کشف بیشتر از زیبایی‌های پنهان لیورپول باشه. تو شهر لیورپول کافه‌هایی وجود داره به نام خانه چای که تو این کافه‌ها مردم لیورپول به نوشیدن چای مشغولن و در کنار دوستانشون از لحظات آروم لذت میبرن. این مکان‌ها پاتوق‌های پرشور و زیباییه برای کسانی که میخوان بیشتر با فرهنگ و زندگی روزمره این شهر آشنا بشن. یکی از مکان‌های پنهون زیبای لیورپول موزه هنری لیورپوله که میتونید تو این موزه با هنرهای مختلف آشنا بشید و مردم این شهر هم به دنبال کشف این دنیای هنری ساعتها در میون آثار هنری گم شدن. بد نیست که بدونید یکی از پارک‌های تاریخی لیورپول که در اون مردم برای پیاده روی و لذت بردن از هوای تازه به طبیعت میرن پارک اسپیکرزه. تو این مکان همواره منظره‌های حیرت انگیزی از خونه‌های قدیمی و فضای سبز به چشم میخوره. یکی از بهترین مکان‌های آرام بخش دیگه رستوران‌های لاکچری تو این شهره که مردم لیورپول همراه با دوستانشون از غذاهای خوشمزه لذت میبرن. جالبه بدونید که محله داوینگتون یکی از محله‌های زیبای لیورپوله که در اون مردم به دنبال لحظات آرام بخش میگردن. خونه‌های این محله با معماری خاص مکان مناسبیه برای استراحت و لذت بردن از طبیعت. پیرامید ویلا یه ویلای مخفی و آرومیه که تنها در بین دوستداران طبیعت شناخته میشه. این مکان معمولا پناهگاه کسانیه که به دنبال آرامش و لحظاتی خلوت به اونجا پناه میبرن. بد نیست که بدونید تو این شهر یک کتابخونه مرکزی وجود داره. این کتابخونه زیبا مکانیه که علاقه‌مندان به مطالعه برای گذراندن اوقات فراغت به اونجا میان. فضای آرام و دلنشین این کتابخانه جاییه که میشه به دنبال آرامش و دانش رفت. ساحل ارسکین یه ساحل خلوتیه و بازدید کنندگان برای گرفتن عکس‌های هنری و لذت بردن از غروب آفتاب به دریا میرن. این ساحل به عنوان یک پناهگاه آروم زیبایی بی‌نظیری داره. یکی دیگه از بخش‌های مهم این شهر باغ‌های سنت باله. تو این باغ‌ها مردم در میون گل‌های رنگارنگ و فضای آرام بخش به استراحت و گفتگو مشغولن.
این مکان یکی از پاتوق‌های محبوب برای پیدا کردن آرامش در دل شهره. موزه متروپولیتن مکانیه که علاقمندان به فرهنگ و هنر به اونجا میان تا از مجموعه هنری غنی بازدید کنند. این موزه با آثار هنری به کسانی که به زیبایی علاقه دارند دنیای جدیدی رو معرفی میکنه. کافه های دنج پارک پوتر جاییه که مردم به همراه دوستانشون برای نوشیدن قهوه و گپ و گفتگوهای دوستانه به اونجا میان. این کافه های دنج جاییه که برای آشنایی با فرهنگ محلی و گذراندن لحظاتی خوشه. پاساژ های هنری مکانیه که علاقمندان به هنر با آثار هنری و گالری های کوچیک آشنا میشن. این مکان ها برای کسانیه که به هنر و زیبایی های بصری علاقه دارند. پارک ویکتوریا یه پارک بزرگیه که از جاذبه های پنهون در لیورپول محسوب میشه و مردم این شهر برای پیاده روی، دوچرخه سواری و لذت بردن از طبیعت به اونجا میان. فضای آزاد و آرام بخش این پارک مکان ایدئالیه برای استراحت. بد نیست که بدونید مکانهای جالبی تو این شهر وجود داره به نام کافه خاص که در نزدیک ساحل واقع شده و مردم به اونجا میان برای نوشیدن قهوه و دیدن دوستانشون. فضای دلنشین و راحت این کافه باعث جذب افرادی میشه که به دنبال لحظاتی شاد و بی دغدغه هستند. از مکانهای مهم این شهر ساحل آلرتونه، جایی که مردم در کنار دریا به گشت و گذار میپردازند و از زیبایی این ساحل کم جمعیت لذت میبرند. این ساحل با فضای آرام بخش جایی برای استراحت و گفتگوهای دوستانه. آبشارهای کنت در نزدیکی لیورپول قرار داره و مردم در کنار این آبشارها از طبیعت بکر لذت میبرند. این مکانها یه فرصت عالیه برای لذت بردن از آرامش و زیبایی‌های طبیعت. دریاچه یورکشایر یکی از مکانهای زیبای شهر لیورپوله که مردم تو این دریاچه‌ها به دنبال کشف آرامش و زیبایی طبیعتن. این مکان به ویژه در فصل گرم سال یه مکان عالی برای قدم زدن و لذت بردن از طبیعت محسوب میشه. جالبه بدونید کلیسای سنت جان یکی از مکانهای آروم و تاریخی در لیورپوله و مردم به همراه خانواده‌هاشون برای عبادت و یافتن آرامش به اونجا میان. فضای معنوی این کلیسا برای کسانیه که به دنبال لحظات آرام بخش هستند. حالا میرسیم به قسمت جذاب ویدیو. دختران لیورپول با شخصیت‌های شاداب و انرژی مثبت نمادی از زیبایی واقعی این شهرند. اونها با لبخندهای دلنشین و نگاه‌های پر از اعتماد به نفس در میون خیابون‌های تاریخی و مناظر طبیعی لیورپول در حال گشت و گذارند و به شکل طبیعی زیبایی این شهر رو به تصویر می‌کشند. اونها نه تنها با چهره‌های جذاب بلکه با شخصیت‌های شاداب و پر انرژیشون یکی از ویژگی‌های متمایز این شهرند. با لبخندهای دلنشین و طرز برخورد دوستانشون همواره در حال کشف زیبایی شهرند و این زیبایی رو به دیگران منتقل میکنن. دختران لیورپول در کنار تاریخ و فرهنگ غنی شهر نقش مهمی در ایجاد فضای زنده شهر دارند. اونها در خیابون‌های پر از تاریخ لیورپول قدم میزنند. از بازارهای شلوغ گرفته تا پارک‌های آروم همه جا پر از انرژی هستند. با شیوه زندگی فعال و روحیه مثبتشون الگویی برای کسانی هستند که به دنبال لذتن. این دختران زیبا به شکلی خاص در خاطرات بازدید کنندگان از این شهر باقی میمونن و در حقیقت نمایانگر روح جوان و پرتراوت لیورپول هستند. حالا با تمام نکاتی که گفته شد نظرتون در مورد لیورپول و حقایق جالب این شهر چیه؟ حتما نظرتون رو تو کامنت ها با ما در میون بذارید و یادتون نره با لایک کردن این ویدیو به تماشای ویدیوی بعدی ما بشینید.